توی رو به گوجه فرنگی و پیاز داغ دیوونت میکنه، این ویدیو رو تا آخر ببین. یه غذای ساده که طعمش از 100 تا غذای مجلسی بهتره. سلام به همگی. امروز میخوام یه غذای خیلی ساده و خوش عطر رو بهتون آموزش بدم. پوره سیب زمینی خونگی. مواد لازم خیلی کم و دم دستیه و تو هر آشپزخونه‌ای پیدا میشه. سیب زمینی تقریباً 1 کیلو، 1 عدد پیاز و 1 عدد فلفل سبز، رب گوجه فرنگی، 1 قاشق غذاخوری، ادویه شامل نمک، فلفل قرمز و زردچوبه. در شروع کار اول سیب زمینی ها رو خرد میکنیم. به همین شکل. وقتی سیب زمینی هامون رو به این شکل خرد کردیم، بهش نمک رو اضافه میکنیم و 1 لیوان آب روش میریزیم و میبریمش رو گاز تا بپزن. تا سیب زمینی هامون بپزن میاییم تا پیازامون رو نگینی خرد کنیم. حالا یه مقدار روغن میریزیم داخل ماهیتابه و پیازای نگینی رو میریزیم داخل روغن. حالا که پیازامون دارن طلایی میشن، فلفل سبز رو بهش اضافه میکنیم. حالا که بوی پیاز و فلفل سبز بلند شد و کمی طلایی شد، بهش 1 هم زردچوبه اضافه میکنیم. و همش میزنیم.
بعد فلفل قرمز، و بلافاصله رب. رب گوجه فرنگی. یکم تو روغن تفتش میدیم تا خامی رب گرفته بشه. سیب زمینیامونم پخته شدن. خیلی راحت آبشون کشیده شده و پخته شده. حالا سیب زمینی‌های پخته شده رو با گوشت کوب میکوبیم. سیب زمینی‌ها حسابی خوشرنگ و پخته شدن و بافتشون نرم و مزه‌دار شده. نصف پیازداغ رو تو پوره سیب زمینی ریختم و نصف دیگه‌ش رو باش تزیین کردم. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من بودید. اگه دوست داشتید لایک کنید و حتما برام بنویسید که از کدوم شهر این ویدیو رو تماشا میکنید.